أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و مهربان، الحمدلله با فضل و کرم الله تبارک و تعالی ما و شما 13 درس از کتاب المستوى الاول، یعنی کورس یکم از درس های زبان عربی گرفتیم و امروز با فضل و کرم الله تبارک و تعالی درس 14 را از کتاب تعلیم زبان عربی مستوای اول کورس یکم پیشنهاد میکنیم. الدرس الرابع عشر، درس 14. حالا ما و شما در درس 14 قرار داریم. اینجا را ببینید میگوید الدرس رابعه. رابعه آخرش فتحه دارد، رابعه. همچنین جایز است، درست است ما بگوییم که الدرس الرابع عشر. رابعو گفتنم جایز و درست است، اما افضل، بهتر، خوبتر و فصیحتر در زبان عربی الدرس الرابع عشر می باشد. یعنی که دو وجه در اینجا جایز است. افضلش این هست که رابع عشر بگوییم. پس درس 14 از کورس یکم زبان عربی درباره چی صحبت می کند؟ ما و شما باید موضوع درس را بدانیم، زیرا اینکه دانستن موضوع درس این خود فهمیدن نصف درس است. هر انسانی که درس را بداند که در چی باره صحبت می کند، در چی باره گپ می زند، پس اون انسان گویا نصف درس را فهمیده است. از این حساب باید ما و شما موضوع درس را بدانیم که چی است. این درس ما و شما اضافه کردن اسم به ضمیر هست. اسم را به ضمیر اضافه میکنیم، یعنی مضاف و مضاف الیه. درس‌های گذشته همچنین ما و شما درباره مضاف و مضاف الیه درس‌ها داشتیم و صحبت‌ها داشتیم. در اینجا همچنین در این باره صحبت خواهیم کرد. و دوم موضوع این درس درباره اسم‌های غیر منصرف هست. ما و شما از اسمهای غیر منصرف چند نمودش را خواندیم. یکمش گفتیم اسمی که در آخرش تای تانیث داشته باشد، به مثل طلحتو یا به مثل فاطمتو، گفتیم اینها تنوین را قبول نمی کنند یا کسره را قبول نمی کنند. و همچنین گفته بودیم که اسمی که در آخرش الف مقصوره داشته باشد، به مثل لیلا، تنوین را قبول نمی کند و کسره را قبول نمی کند. یا اسمی که در آخرش الف ممدوده داشته باشد، به مثل حمرا یا صحرا، این هم همچنین تنوین را قبول نمی کند. درس‌های گذشته در این باره با تفصیل صحبت کردیم. و همچنین ما و شما گفته بودیم که علمی که اسمی که مؤنث است، 4 حرف است، یعنی از 3 حرف زیاد است، اون اسم هم همچنین تنوین را قبول نمی کند و کسره را قبول نمی کند. آن اسم غیر منصرف هست. پس این چند موضوع را گرفتیم و در اینجا انشاءالله یعنی 4 موضوع گرفتیم. 4 چیز ما و شما فهمیدیم که تنوین را قبول نمی کند، یا 5 چیزی که ما و شما فهمیدیم که تنوین را یا کسره را قبول نمی کند. در اینجا انشاءالله باز چیزی دیگر را اضافه می کند و این عدد را زیاد می کند تا اینکه ما و شما باز این غیر منصرف ها را در هر جایی که دیدیم بشناسیم. لیکن در اینجا یک استثناء است، یک جدایی هست. این را در یادتان حالا فقط داشته باشید که اگر که اسم های غیر منصرف گفتیم کسره را قبول نمی کند، در یک صورت کسره را قبول می کند، یا در دو صورت. در دو صورت کسره را قبول می کند، یعنی آخرش زیر می آید. یکمش اگر که مضاف باشد خودی غیر منصرف کسره را قبول می کند، و دویمش خودی غیر منصرف الف لام داشته باشد. اگر الف لام در اولش باشد کسره را قبول می کند. این را در ذهنتان، در یک گوشه ذهنتان جای بدهید
و در ذهنتان باشد. و همچنین سوم موضوع این درس ما و شما ضمیر مخاطب هست. ما و شما ضمایر را خواندیم. ضمیر گفتیم متکلم می شود، سخنگوینده. ضمیر مخاطب می شود کسی در پیشت است که تو را خطاب کرده گپ میزنی. و ضمیر غائب می شود. ضمیر غائب گفتیم کسی در پیشت نیست، در بارش گپ میزنی. پس ما و شما گذاشتیم این ضمایر را که ضمیر متکلم انا و نحن بود و ضمیر مخاطب انت و انتی، انتما، انتم، انتون نبود و ضمیر غائب هو، هی، هما، هم، هن نبود. اینها را ما و شما با تفصیل گذاشتیم که اینها ضمایری که ذکر کردیم ضمایر منفصل هست و متصل هاش همچنین گذاشتیم نا یا یی یا که در آخر اسم می آید یا در آخر فعل می آید. پس این را ما و شما دانستیم. و همچنین در ضمایر مخاطبی که متصل هست در اینجا انشاءالله ما و شما این را می خوانیم و مثل ضربت، ضربتی، ضربتما، ضربتم، ضربتن، یعنی که ضربت زدی تو یک مرد، ضربتی زدی تو یک زن، ضربتما زدید شما دو مرد یا دو زن، ضربتم زدید شما مردها، ضربتن زدید شما زنها. پس انا همین ضمایر را در این درس انشاءالله میخونیم، مفرد و جمعش را. مفرد یعنی ضربت، ضربتی و جمعش ضربتم، ضربتن، جمع مذکر و مؤنثش یا مفرد مذکر و مؤنثش. پس موضوع درس اینها می باشد. این موضوع درس را در ذهنتان خوب داشته باشید. در هر جایی که موضوع درس آمد باید ما و شما بفهمیم که این موضوع درس ما و شما است. پس میگذاریم به موضوع درس یا به گفتگوی درس. الفتیتو، فتیه را ما و شما درس‌های گذشته خوانده بودیم یا گرفته بودیم که این مفرد است، جمعش این جمع است، مفردش الفتا بود. فتا یعنی جوان پسر، فتا جوان پسر است. اما در اینجا الفتیتو یعنی جوان پسرها، جمع است، جوان پسرها. جوان پسرها میگوید که السلام علیکم حامدون. حامد جواب میتید که و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حامد این جواب رو میگوید، یعنی سلام اونها را جواب میتید. پس احد الفتیتی، احد الفتیتی یکی از جوان پسرها، احدو یکی، فتیتی جوان پسرها، احد الفتیتی یعنی یکی از جوان پسرها. کیف حالک یا عمی، کیف حالک یا عمی یعنی چطور است حال تو ای عمکم. کیف چطور است، حالک حال تو، یا عمی ای عمکم. ببینید در اینجا از حالش پرسان شده ایستاده است، یعنی احوال پرسیش کرده است که حال تو چی طور است ای عمکم. حامدون، حامد جواب میتید که انا بخیر والحمد لله، میگوید من خوب هستم، والحمد لله و حمد و شکر خاص الله است. والحمد لله یعنی حمد و شکر از آن الله است، حمد و سپاس و ستایش از آن الله تبارک و تعالی است. کیف حالکم، کیف حالکم یعنی چی طور است حال شما. در بالا ما و شما گفتیم کیف حالک، یعنی که یکی از جوان ها گفت کیف حالک یعنی حال تو چی طور است. به خاطر آنه که حامد یک کس بود برای همین حالک گفت. حالک ضمیر است، ضمیر مخاطبی مفرد است و مذکر است، مردانه است. حالک یعنی یک مرد، اگر زن میشد حالوکی میشد، مرد کی است برای من خاطر حالک است. و در اینجا ببینید که کیف حالکم میگوید، یعنی چی طور است حال شما. به خاطر چی؟ به خاطر آنه که جوانها بسیاری بودند، جوانها بسیاری که هستند، حامد از حال همه اونها پرسان می شود که کیف حالکم یعنی چی طور است حال شما جوان پسرها.
بعد میگوید من انتم و کی هستید شما؟ من کی هستید؟ انتم شما. من انتم کی هستید شما؟ انتم ضمیر است، ضمیری مخاطبی منفصل هست و برای جمع مذکر هست. جوانها جوان پسرها که هست، برای من خاطر انتم گفت. اگر دخترها میشد میگفت انتون نه، من انتون نمیگفت، یعنی شما دخترها کی هستید. بچه ها کی بود؟ برای من خاطر گفت که من انتم، یعنی شما پسرها کی هستید. احدهم یکی از جوانها، احدو یکی، هم ویها یعنی جوانها. احدهم یکی از جوانها میگوید که نحن ابناء الدکتور موسی، نحن ابناء الدکتور موسی، میگوید ما ابناء پسرهای، مفردش ابن بود، ابن یک پسر، ابنا پسرها، ابناء الدکتوری، دکتور یعنی که دکتور، ما و شما هم دکتورش میگوییم. موسی، دکتور موسی را پسرهاش است، یعنی میگوید که ما پسرهای دکتر موسی هستیم، ما پسرهای دکتر موسی هستیم. ببینید در اینجا نحن مبتدا است، ابناء خبر هست، باز ابناء مضاف است، الدکتوری مضاف الیه هست، برای مخاطب دکتوری گفتیم. مضاف الیه ما و شما در درس‌های گذشته گرفته بودیم که همه وقت آخرش کسره می شود، زیر می شود، برای مخاطب دکتوری میگوییم. موسی اینجا عطفی بیان هست، یعنی به جای دکتر هست. میشد بگوید که نحن ابناء موسی، ما پسرهای موسی هستیم، یا می شود که میگفت که انا ابناء دکتوری، ابناء پسرهای دکتر. کدام دکتر؟ اگر دکتری مشهور باشد، معروف باشد، در دههشون یک کس باشد، میشناسد که همون دکتری که موسی است. یا در اینجا موسی را ما در اعراب دو اعراب کرده می توانیم، در تحلیل می توانیم بگوییم که موسی در اینجا بدل از دکتر هست، بدل هست، یا می توانیم بگوییم که موسی عطفی بیان هست. عطفی بیان تقریبا همین معنای بدل را دارد. پس این اعراب را همچنین در ذهنتون بگیرید که تقریبا این اعراب یکم بار آمده ایستاده است. نحن مبتدا، ابناء خبر، ابناء مضاف است، دکتوری مضاف الیه هستی. پس موسی عطفی بیان هست برای دکتر، یا می شود که بگوییم که بدل است. حامدون، حامد میگوید که اهلا و سهلا و مرحبا. اهلا و سهلا و مرحبا به تاجیکی ما و شما همش را یک ترجمه میکنیم که یعنی خوش آمدید، اما در خود عربی اینها اهلا و سهلا و مرحبا مفعول به فعل محذوف هستند، مفعول به برای فعل محذوف هستند، یعنی فعل هاشون حذف شدگی است و فقط مفعول به شون در اینجا ذکر شده است و بس. و اصل کلمه مثلا اهلا یعنی که جئت اهلا، جئت اهلا یعنی آمدی به خاندان خود، یعنی آمدی به مثل خانه خودت را، مکانی که به مثل خانه خودت است، جایی که به مثل خانه خودت است. جئت اهلا. و سهلا باشد اصلش نزلت سهلا، نزلت سهلا یعنی که فر آمدی به جایی که سهلا یعنی که آسان هست، یا که فر آمدی به آسانی. و مرحبا باشد یعنی که ارحب مرحبا یعنی که خوش آمدی میگم تو را، مرحبا خوش آمدنیه. می شود که مفعول مطلق بگیریم مرحبا را، یا می شود که مفعول به برای فعل محذوفش بگیریم، یعنی که هر دو جایز است. اگر ارحبو بگیم مرحبا را مفعول مطلق میگیم. این مفعول مطلق، مفعول به را ان شاء الله در آینده ها خوب میخوانیم و خوب با تفصیل دربارش در گراماتیک زبان عربی صحبت خواهیم کرد. و حالا همین قدر در یادتون بگیرید که اهلا و سهلا و مرحبا اینها مفعول به برای فعل محذوف هستند. با تاجیکی خلاصه ترجمه شان امین است که خوش آمدید، خوش آمدید. پس میگوید که ابوکم صدیقی، ابوکم یعنی پدر شما، صدیقی دوست من هست. ببینید در اینجا ضمیر آمده ایستاده است، ابوکم، کم ضمیر است، ضمیر متصلی جمع مذکر هست. ابوکم، کم ضمیر هست یعنی که شما، و مذکرها هست یعنی مردها. اگر زنها میشد ابوکن نمیگفت،
مردها که هست برای خاطر ابوکم یعنی پدر شما مردها. صدیقی دوست من هست، رفیق من هست. صدیق دوست. و یا که در آخرش میبینید این ضمیر هست، ضمیری متصل هست و برای متکلم هست، ضمیر متصلی مفرد متکلم هست. صدیقی یعنی دوست من. پس میگوید ابوکم صدیقی یعنی پدر شما دوست من هست، رفیق من هست. باز میپرسد که این عمکم الشیخ عیسی، این عمکم یعنی کجاست عمک شما شیخ عیسی. ببینید در اینجا این هست، این خبر مبتدا هست، خبر مبتدا مقدم هست. عمو مبتدای مؤخر هست و عمو مضاف هست، کم مضاف الیه هست و عمو مضاف هست و کم مضاف الیه هست. ببینید موضوع درس ما و شما گفته بودیم که اضافه کردن اسم به ضمیر هست. عم اسم هست، کم ضمیر هست. با یک دیگر ما و شما را اضافه کردیم. عمکم یعنی عمک شما. الشیخو در اینجا صفت است برای عم، می شود صفتش بگیریم یا صفت است. شیخو صفت است. عیسی اینجا عطفی بیان هست، عطفی بیان هست یا می شود بدلش بگوییم. چطوری که در بالا گفته بودیم بدل، این را می شود بدل بگوییم یا عطفی بیانش میگوییم در تحلیل یا در ترکیب یا در اعراب. این عمکم الشیخ عیسی یعنی کجاست عمک شما شیخ عیسی. شیخ عیسی عمکتون در کجا است سوالش کرد. در اینجا موضوع درس رو شما اهمیت بدید. ابوکم، ابو اسم است مضافش کردیم و کم ضمیر است مضاف الیه شد. موضوع درس ما و شما است. صدیقی دوست من، صدیق اسم است و یا ضمیر است. ببینید اینش را به اینش مضاف الیه کردیم، اسم را مضاف کردیم و ضمیر را مضاف الیه کردیم. موضوع درس ما و شما است، این را بسیار اهمیت بدهید. پس در جواب احدهم یکی از اون جوان پسرها میگوید که هو مریضون یعنی که وی بیمار هست. هو وی یعنی که عمکشان عیسی مریضون میگه بیمار هست. هو الان فی المستشفى میگه که وی هو یعنی وی ضمیر است. ضمیری چی است؟ منفصل هست. ضمیر را در ذهنتون داشته باشید. ضمیر منفصل است. الان حاضر فی المستشفى در بیمارخانه است. ببینید میگه که هو الان فی المستشفى یعنی وی حالا در بیمارخانه است. حامدون، حامد میگه که شفاه الله، شفاه الله یعنی شفا دهد الله آن را. شفا شفا دهد، هو وی را، الله الله ذات پاک. شفاه الله یعنی شفا دهد الله آن را. ما و شما گفته بودیم در درس‌های گذشته که فعل همه وقت فاعل دارد، بعد فعل همه وقت فاعل میاد. پس شفا فعل ماضی است، شفا فعل ماضی است. پس در اینجا فاعلش کجا ده هست؟ فاعلش الله است و بعدی شفا هو را میبینید این مفعول بهی است. مفعول بهی شفاهو یعنی که شفا دهد الله، الله فاعل هست، هو وی را. اینجا ده تقدیم و تأخیر میگویند یعنی که فاعل را بعد گذاشتیم و مفعول بهی که جایش بعد بود پیش آوردیم. رنگی که یا به مثل که ما و شما مبتدا و خبر را اصلا باید مبتدا در اول باشد خبر بعد بیاید. بعضی وقتای هست که اول مبتدا را، اول خبر را میاریم بعد مبتدا را. پس در همین جمع انمون طور شدگی است. اول باید فاعل بیاد بعد فعل بعد مفعول بهی بیاید. ما بر اینجا برعکسش کردیم. اول مفعول بهی را آوردیم شفاهو، همین هو ضمیر مفعول بهی است و الله را که فاعل هست بعد آوردگی هستیم. این را انشاءالله همچنین در گراماتیکا با تفصیل میخونیم که در کجا جایز است و در کجا واجب است تقدیم و تأخیر فاعل و مفعول بهی. میگوید که من هذه الطفلة التي معكم، میگوید کیست؟ من کیست؟ هذه این اسم اشاره برای مفرد مؤنث.
الطفلتو دخترچه، طفلن کودکی که دختر هست، دخترچه. التي معکم دخترچه که التي صفت طفل است، دخترچه که معکم همراه شما است، یعنی که این جوان پسرها همراهشون یک دخترچه، یک دختر میده که همراهشون بوده است. اون را پرسیده ایستاده است که من هذه الطفلة التي معکم، یعنی کی است این دخترچه که با شما است. ببینید در سال گذشته ما شما گفته بودیم که بعد اسم اشاره اگر اسم بیاید الف لام داشته باشد اون را چی میگوییم؟ در اینجا همون آمدگی است. ببینید هذه اسم اشاره است، الطفلة اینجا الف لام دارد، اسم است الف لام دارد. پس این ما شما چی اعرابش میکنیم؟ در سال گذشته چند بارها تکرارش کردیم. هر کسی که جواب داد پس معلوم است که در سال گذشته در ذهنش است. پس این را ما و شما بدل میگوییم. هذه الطفلة طفلة بدل ای هذه است. التي صفت طفل است. در سال گذشته این هم گفته بودیم که التي اسم موصوله است و برای مفرد مؤنث است و صفت است برای طفل. معکم باشد این ظرف متعلقش فعل محذوف است و اون صله التي است. ما به شما گفته بودیم که اسم موصوله هیچگاه به صله نمی شود. اسم موصوله باید صله داشته باشد. صله این اسم موصوله معکم هست، ضمیر و مضاف الیه. و ما و شما در درس‌های گذشته همچنین گفته بودیم که جار و مجرور و ظرف مع در اینجا ظرف است. جار و مجرور و ظرف همه وقت متعلق دارد و متعلقش و متعلق آن همین جار و مجرور می شود که صله اش بگیریم، لیکن متعلقش رو فعل میگیریم وقت صله باشد. اما اگر خبر باشد اگر اسمش میگیریم. احدهم یکی از اون جوانها جواب میدهد که هی اختنا، هی وی یعنی همون کودک میدهک دخترچه میده، اختنا یعنی خواهر ما است. ببینید هی مبتدا است، اختنا خبر. اختو مضاف است، نا مضاف الیه. ببین اخت اسم است اضافه اش کردیم، نا ضمیر است مضاف الیه است. پس اختنا اخت مضاف است، نا مضاف الیه. حامدون حامد جواب میدهد که مسمها نامش چی است؟ یعنی که حامد باز پرسان می شود که اون دخترچه میده را نامش چی است؟ میگوید مسمها چیست نامش؟ ما چی است؟ اسم یعنی نام. ببینید اسم مضاف شد، ها مضاف الیه، ضمیر مضاف الیه هست. اسمها یعنی مضاف الیه شد. مسمها یعنی چیست نام اون؟ نام همون دخترچه. احدهم یکی از اون جوانها جواب میدهد که اسمها لیلا، یعنی نامش لیلا است. اسمها لیلا. ببینید در این جمع اسمها مضاف الیه هست، لیلا این خبر هست. اسم مضاف الیه یعنی مبتدا هست، لیلا خبر می شود. حامد جواب میدهد که یا پرسان می شود که این بیتکم الجدید، این بیتکم الجدید یعنی که خانه نوی شما در کجاست؟ این در کجاست؟ بیتکم خانه شما، الجدید نو. ببینید این در اینجا خبر هست، خبر مبتدا مقدم آمدگی هست، یعنی پیش آمدگی است. و بیتو مبتدا است، بیتو مبتدا است. ببینید بیتو را ما با ضمیر مخاطب اضافه اش کردیم. بیتو کم خانه شما، کم ضمیر مخاطب جمع مذکر هست، برای جمع مردها باشد اگر کم میگفتیم. پس بیتو مضاف است، کم مضاف الیه هست و بیتو گفتیم خبر هست. الجدیدو را ما و شما در اعراب چی میگوییم؟ الجدیدو اعرابش چی است؟ الجدیدو صفت برای بیت است، صفت است. ما و شما در سوی گذشته خونده بودیم که نعت و منعود یا صفت و موصوف. پس انا اینجا در بیتو موصوف است، الجدیدو صفت است، صفت خانه، خانه ای که نو است. این رو در ذهنتون داشته باشید. و اگر رفت و پرسیده شود که ما و شما در سوی گذشته خوانده بودیم که باید صفت و موصوف هر دوش اگر که معرفه باشد باید هر دوش معرفه باشند. در این جده بیتو الف لام ندارد، به خاطر چی الجدیدو الف لام دارد؟ اگر کسی بپرسد این را پس چی جواب میگیم؟
میگوییم که بیتو مضاف شدگی است به ضمیر و مضاف الیه خود یکی از معرفه ها است، یکی از قسم های معرفه است. وقتی که یک چیز را، یک اسم را به یک اسم دیگر اضافه میکنیم میشود مضاف الیه. همین خود مضاف الیه حکم معرفه را میگیرد، حکم معرفه را میگیرد. الجدیدو با الف لام قطعی معرفه شدگی است، پس هر دوشون معرفه است. بیتوکم، بیتو با سبب اضافه معرفه شد، جدیدو باشد با الف لام معرفه شد، هر دوشون معرفه است. پس در اینجا صفت و موصوف ما معرفه هستند، یگان اختلاف یگان دیگرگونی در اینجا نیست. فقط همین رو در ذهنتون داشته باشید که بیتوکم یعنی که به سبب اضافه اینجا در معرفه شد، به سبب اضافه معرفه شد. احدهم، یکی از اون جوان ها میگوید که بیتنا الجدید قریب من المطار. بیتنا یعنی خانه ما. ببینید بیتو مبتدا است، نا مضاف الیه هست. بیتو با مضاف است، نا مضاف الیه. اسم را به ضمیر اضافه کردیم. موضوع درس ما و شما همین است، بسیار تکرار کنید این مسئله را. بیتونا، بیتونا یعنی که مضاف الیه. الجدیدو همچنین صفت برای بیت است، در بالا ذکرش کردیم. انا همون طور جدیدو صفت بیت است، یعنی خانه نوی ما. قریبون در اینجا خبر هست، قریبون یعنی نزدیک است. من المطاری یعنی که در ایرپورت، من به معنای در هست یعنی به معنای فی است. فی المطاری، در مطار فرودگاه را میگویند، ایرپورت. پس میگوید که بیتون الجدید قریب من المطاری، یعنی خانه نوی ما نزدیک است در ایرپورت، در فرودگاه، یعنی نزدیکی فرودگاه است خانه نوشان. حامدون، حامد میگوید که انتم فی المدرسه الثانویه، آیا شما در مدرسه ثانوی هستید؟ انتم، آیا، انتم شما ضمیر است، ضمیری منفصلی جمعی مذکر و بارز که دیده ایستادیمش. انتم آیا شما جوانها فی المدرسه در مدرسه هستید؟ مدرسه ثانویه یعنی ثانوی، مدرسه میانه، گفتیم از صنف 7 تا 9. آیا میگه شما در همین از صنف 7 تا 9 هستید؟ ببینید در اینجا در اعراب میگوییم که حرف استفهام است، الله محل میشود. انتم این مبتدا است، فی المدرسه جار و مجرور خبر هست. ثانویتی صفت مدرسه است. المدرستی ببینید الف لام دارد، ثانویتی هم الف لام دارد. المدرستی آخرش ته تانیث دارد، ثانویتی هم آخرش ته تانیث دارد. مدرستی گفتیم آخرش رو کسره گفتیم، ثانویتی آخرش رو کسره میگیم. یعنی این درس‌های گذشته این مسئله رو بسیار تکرار کرده بودیم، اینها رو همچنین برای در یادتون آمدن ما تکرار کرده ایستادیم و شما هم همچنین تکرار کنید تا اینکه در ذهنتون بیاید. احدهم، یکی از اون جوانها جواب میدهد که لا نحن بالجامعه، میگه نه ما یعنی که در جامعه هستیم. بی در اینجا به معنای فی است، فی الجامعه یعنی که در جامعه میخونیم. ببینید یعنی که اینها در مکتب میانه نیستند، در اونیورسیته هستند یا در دانشگاه هستند. میگد لا نحن بالجامعه، نمیگد ما در جامعه هستیم یعنی که در اونیورسیته تعلیم میگیریم. میگد انا فی کلیه الهندسه، میگد من در دانشگاه هندسه هستم، در دانشگاه در قسم هندسه، در قسم انجینری تعلیم میگیرم. فی کلیه الهندسه یعنی دانشگاه انجینری. و محمود فی کلیه الطب، و محمود میگه در کلیه طب است. محمود در دانشگاه طب است. کلیه طب یعنی دانشگاه طب، مدیسینش میگویند یعنی که دانشگاه مدیسینه یا کلیه طب با تاجیکی ما و شما یعنی که دانشگاه طب. ما و شما طب را همچنین عربا هم طب میگویند، تاجیکی قطعی هم طب میشود. و محمودون میگه که محمود فی کلیه طبی یعنی در دانشگاه طب است. و ابراهیم فی کلیه الشریعه، و ابراهیم میگوید در کلیه شریعه هست، در دانشگاه شریعت هست. در دانشگاه شریعه
یعنی که دانشگاهی شرعی. و یوسف فی کلیت تجارتی، و یوسف میگه در دانشگاه تجاری هست، در دانشگاه بیزنس، یعنی که تجارت، دانشگاهی که تجاری هست، میگه در آن همون دانشگاه تعلیم میگیرد. پس این بود جواب اون جوانها. حامد میگه که من ذلك الفتى الذي في سيارتكم، میگه کی است من، کی است ذالک آن. در سال گذشته ما و شما خوانده بودیم که ذالک اسم اشاره برای بعید هست و برای مذکر هست. الفتا جوان، جوان که دور کی است، برای خاطر میگه ذالک الفتا، یعنی که آن جوان. التی صفت جوان هست، فی سیارتیکم یعنی در ماشین هست، فی در سیارتی ماشین، کم شما، فی سیارتیکم یعنی در ماشین شما. ببینید در اینجا سیاره مضاف است، اسم است، ماشین مضاف است و کم ضمیر است، مضاف الیه هستی. موضوع درس ما و شما میگه من ذالک الفتى الذی فی سیارتکم، کیست آن جوانی که در ماشین شما است، یعنی در درون ماشین کسی نشسته است، اون را پرسیده است که اون جوانی که در ماشین هست اون کی است. محمودون، یکی از همون جوانها که نامش محمود بود، محمود جواب میتید که هو زمیلی، میگوید وی همدرس من است، هو وی زمیلی همدرس من. زمیل ببینید اسم است یا در آخرش ضمیر هست، اینجا در زمیل مضاف شد یا مضاف الیه، زمیلی مضاف الیه شد، یعنی رفیقی من، زمیلی رفیقی من، هو زمیلی میگد وی رفیقی من هست. حامد میگه که من این هو، حامد پرسان میشود که از کجا است وی، من این از کجا است، هو وی، هو ضمیر است، ضمیر چی است؟ ضمیر منفصل، ضمیر غائبی منفصلی مفردی مذکر. من این هو از کجا است وی؟ محمود میگه که هو من انگلترا، وی از انگلترا است. انگلترا یکی از شهر، مثلا او از شهر انگلترا است. حامد میگه که مسمه، نامش چی است؟ مسمه یعنی که نام وی چی است؟ ببینید ما چی است؟ اسم، نام. هو ضمیر غائبی مفردی مذکر هست، یعنی که نامی وی مردی که غایب است، دور هست، یعنی که غایب است، ما نمیبینیمش. مسمه یعنی نام وی چی است؟ ببینید اسم مضاف است، هو مضاف الیه، اسم مضاف هو مضاف الیه، اسمه یعنی مضاف الیه. محمود میگه که اسمه ویلیامو، اسمه ویلیامو یعنی که نامش ویلیام است. ولیم یا ویلیام در اینجا خودش حرکت موندگی است، میشود نامی غیر عربی است، هر چیزش بگیم میشود، ولیمه یا که ویلیامه. میگه که اسمه یعنی که نامی وی ویلیام است. پس اینجا ده همچنین موضوع درس ما و شما هست، اسمه مضاف الیه. ما و شما گفتیم در این درس ما و شما درباره مضاف الیه صحبت میکنیم، همچنین گفتیم درباره غیر منصرف صحبت میکنیم. اینجا ده ویلیام غیر منصرف است. سببی غیر منصرف بودنش چی است؟ سببش علمی عجم، یعنی که نامی غیر عربی. نامی غیر عربی هر کجایی که دیدید تنوین را قبول نمی کند و کسره را قبول نمی کند، در ذهنتون داشته باشید. ولیم نامی غیر عربی هست یا ویلیام نامی غیر عربی است. هر نامی غیر عربی دیده شما بدونید که تنوین را قبول نمی کند. برای خاطر جایز است که بگیم که ویلیامون گفتن جایز نیست، برای غیر منصرف است. این را در ذهنتون داشته باشید. حامد میپرسد که امسلمون هو، آیا مسلمان است وی؟ یعنی که همون ویلیام پرسیده ایستاده است که آیا ویلیام مسلمان هست؟ هو ضمیر است، نه ضمیر چی است؟ ضمیر غائبی مذکری مفرد و منفصل. محمود چی میگه؟ میگه لا، میگه نه، یعنی مسلمان نیست. هو نصرانیون، وی نصرانی هست، یعنی که وی مسیحی است. نصرانی یعنی که مسیحی، کسانی که در دین حضرت عیسی علیه السلام هستند، نصرانی ها، اونها را نصرانی میگویند، یا می شود که
مسیحیش بگویید. هو نصرانیون یعنی که وی مسیحی است، یعنی که نصرانی است. ابوه استاذی میگه پدری وی استاذ من هست. ابوه پدری وی، همون ویلیام پدرش میگه استاذی، محمود میگه استاذ من است. ببینید ابو مضاف است، هو مضاف الیه. ابوه مضاف الیه مبتدا است. استاذی اینجا هم همچنین مضاف الیه هست. استاذ اسم است، مضاف است و یا که در آخرش ضمیر است مضاف الیه. استاذی یعنی استاذ من هست. ابوه استاذی یعنی پدری وی استاذ من هست. اسمه الدکتور ادواردو. اسمه الدکتور ادواردو میگه اسمه یعنی نام وی، اسمه نام وی یعنی نام پدرش. اسمه ببینید اسم مضاف است، هو ضمیری مفردی غائبی متصل و مذکر این مضاف الیه هستی. اسمه یعنی نام وی، مضاف الیه شد. الدکتور ادواردو یعنی دکتر ادوارد است. نام وی دکتر ادوارد است. ادواردو همچنین تنوین قبول نمی کند. برای چی؟ به خاطر آنه که اسمی یعنی که علمی عجمی هست، غیر عربی هست، برای هم خاطر تنوین قبول نمی کند. جایزه تا بگیم که ادواردون گفتن جایز نیست. و در درون قوس میگوید که یهدیهم الله الی الاسلامی، یهدیهم الله الی الاسلامی یعنی هدایت کند الله تبارک و تعالی هر دو اونها را، یعنی که ویلیام قطی ادوارد پدر و پسر هر دوش الله هدایت کند الی الاسلامی به طرف اسلام، یعنی به اسلام. یهدیهم الله الی الاسلامی یعنی الله هدایت کند هر دو اونها را به اسلام، الله هدایتشان کند که مسلمان شوند. این دعا هست. حامد میگوید که اذهبتم الى المستشفى لزیارت عمکم اليوم. حامد میگوید که اذهبتم آیا رفتید شما، آیا ذهبتم رفتید شما. ببینید ذهبتم رفتید شما. ما و شما گفتیم که در این درس یکی از موضوعهای درسمون ضمیری مخاطب می آید، مفرد یا جمع می آید. در اینجا ده توم ضمیری مخاطب هستی، جمع مذکر هستی. ذهب توم رفتید شما، شما مردها یعنی شما جوانها. اذهبتم آیا رفتید شما مردها، شما جوانها، الی المستشفى یعنی بیمارخانه، لزیارت عمکم برای زیارت کردن عمکتون، الیوم امروز. اذهبتم الى المستشفى لزیارت عمکم الیوم آیا شما رفتید بیمارخانه برای زیارت کردن عمکتون امروز. یعنی که حامد از اون جوانها پرسیده ایستاده است. در اینجا ببینید آیا حرف استفهام گفتیم در اعراب لا محلش میگیم ذهبتم رفتید شما، ذهبتم رفتید شما. ذهب فعل ماضی است، توم فاعلش است. نمید ضمیری جمعی مخاطبه که میبینید توم همین فاعل ذهب است. ذهبتم یعنی رفتید شما. الی المستشفى این را جار و مجرور میگوییم. در سال گذشته همچنین بیان کرده بودیم. الی حرف جار است، مستشفى اسم مجرور است. لزیارتی عمیکم ببینید لی همچنین حرفی جر هست، زیارتی اسم مجرور هست، برای بعدی حرف جر آمده است، برای خاطر زیارتی میگیم. لزیارتی یعنی برای زیارتی. آیا جایز است اینجا من بگویم لزیارتین عمیکم؟ آیا جایز است؟ هر کسی که جواب داد ماشاءالله معلوماتی کافی دارد و هر کسی که جواب نداد پس بدانید که درس‌های گذشته بارها تکرار کردیم. لزیارتی اینجا در زیارتی اسم مجرور هست اولا، برای مخاطر آخرش کسره آمدگی است. با زیارتی مضاف هست و عمی مضاف الیه هست. با عمی مضاف هست، کم ضمیر مضاف الیه هست و زیارتی مضاف که هست، برای مخاطر جایز است که ما تنوینش بتیم. ما شما درس‌های گذشته گفتیم که اگر هر اسم مضاف شد
او را ما تنوین داده نمیتوانیم. مضاف الیه را تنوین داده میتوانیم، اگر قبول بکنه تنوینش میتیم، لیکن مضاف را هیچگاه تنوین داده نمیتوانیم. لزیارت عمکم الیوم، برای زیارت کردن عمکتان امروز. آیا میگه بیمار خانه امروز برای زیارت کردن عمکتان رفتید؟ پس الیوم در اینجا ظرفش میگیم، در اعراب ظرفش میگیم. ظرف یعنی کی؟ ظرفی زمان. زنه که ما دو ظرف داریم، ظرف زمان داریم و ظرف مکان داریم. ظرف زمان یعنی وقتی را معین میکنیم از زمان، و با ظرف مکان داریم یک مکان معین میکنیم. اینجا الیوم ظرف زمان هست. یوسف جواب میده نعم ذهبنا، میگه نعم بله ذهبنا رفتیم ما. اینجا همچنین ببینید ذهب فعل است، فعل ماضی است، نا فاعلش است، لیکن نا ضمیر هست، ضمیری جمعی مخاطبی مذکر مؤنث یک می باشد، ضمیری جمعی متکلم. یعنی ذهبنا رفتیم ما، ذهبنا رفتیم ما. اگر یک کس میرفت میگفت که ذهب تو رفتم من، لیکن جمع رفتگی هستن، همه کسا رفتگی هستن، برای خاطر میگه که ذهبنا یعنی رفتیم ما. پس این بود گفتگوی این درس. میگذاریم بعد تمرین ها. تمرین ها همچنین یکی از ممنوع من صرف است، غیر منصرف است، یکی از علتای است که غیر منصرف است. تمارینو جایز نیست که تمارینون بگیم. برای چی؟ به خاطر آنه که صیغه منتهی الجموع هست. و همین چیزهایی که درباره غیر منصرف گفته ایستادیم، یعنی که همین موضوعش در چی بنویسید. مثلا تمارینو برای چی جایز نیست؟ برای صیغه منتهی الجموع است. پس در چی بنویسید که صیغه منتهی الجموع تنوین قبول نمی کند. صیغه منتهی الجموع تنوین قبول نمی کند. صیغه منتهی الجموع را از کجا میشناسیم؟ ما با دو چیز میشناسیم. سیم حرفش الف باشد، بعد الف دو حرف دیگر بیاد یا سه حرف دیگر بیاید، و مثل تمارینو ببینید سه حرف بعدی الف آمدگی است، یا دو حرف بیاد و مثل مفاتیح یعنی کلیدها. همچنین مفاتیح هم چی است؟ غیر منصرف است، برای بعدی چی دو حرف آمدگی است بعدی الف. این را در یادتون داشته باشید. این را صیغه منتهی الجموع میگن. همچنین بنویسید علمی عجمی غیر عربی باشد تنوین قبول نمی کند، یا علم مؤنث چند نمود گفته بودیم آخرش ت داشته باشید، یا مؤنث معنوی باشد به مثل زینب علامت تانیث ندارد لیکن در معنا مؤنث است، یا به مثل گفته بودیم که مؤنث لفظی باشد به مثل طلحه، در اصل مؤنث نیست، طلحه نام مرد است لیکن در لفظ در آخرش ت دارد تنوین قبول نمی کند. یا گفته بودیم آخرش الف مقصوره داشته باشد، یا همچنین الف ممدوده داشته باشد. اینها را در ذهنتون داشته باشید و در یک چیز نوشته بگیرید که اینها غیر منصرف هستند. خب تمرین رقم 1 میگه که اجب عن الاسئله الاتیه، یعنی که جواب بده از سوالهای می آمدگی. جواب بده از سوالهای می آمدگی. اجب فعل امر است، فاعلش انت، یعنی جواب بده تو عن الاسئله از سوالهای الاتیه می آمدگی. رقم 1 میگه که من انتم، شما کی هستید؟ شما کی هستید؟ در درس ما و شما خوانده بودیم که وقتی که حامد اونها را پرسید که من انتم یعنی شما کی هستید، اون چی جواب داد؟ انا همون جواب را شما در اینجا چیکار میکنید؟ نوشته میکنید. من انتم شما کی هستید و جوابش چی بود؟ جوابش که همین بود که اونها گفتن که ما پسر دکتر موسی هستیم. پس در اینجا شما میتونید همون چیزی که در بالا خواندیم همون را بنویسید. این بیتکم، خانه شما در کجا است؟ پس در موضوع چیزی را خواندیم همون را شما بنویسید. من ربکم یعنی پروردگار شما کی است؟ من ربکم، رب پروردگار، ربکم یعنی پروردگار شما. من ربکم پروردگار شما کی است؟ همچنین رب به معنای پروردگار می شود و رب به معنای صاحب می شود، یعنی که صاحب شما کی است؟ یا رب
پروردگار شما کی است؟ هر دوش هم جایز است. اگر که حساب دینی پرسیدنی باشد من ربکم پروردگار شما کی است، پس میگه پروردگار ما الله است. اگر از حساب دنیوی پرسیدگی باشه صاحب تو کی است، پس میگوید که صاحبش اگر غلام باشد صاحبش بیان میکند که کی است. والله علم در اینجا رب یعنی پروردگار رو در نظر دارد. من ربکم یعنی پروردگار شما کی است؟ پس جواب میتین ربی الله یعنی پروردگار من الله است. لغت 4 ما لغتکم، لغت شما چی است؟ ما لغتکم یعنی لغت شما چی است؟ و در اینجا شما زبانتون رو می نویسید. یعنی که ما شما می نویسیم که لغتی التاجیکی، لغت من تاجیکی است، یعنی زبان من تاجیکی است. ببینید در اینجا لغتو کم، لغتو مضاف و کم مضاف الیه شده است. مضاف الیه بسیار اهمیت بدید. رقم 5 رو ببینید. این مدرستکم، این مدرستکم یعنی که مدرسه شما در کجاست؟ مدرستکم مضاف الیه، مدرستکم یعنی مدرسه شما. این در کجاست؟ اینجا همچنین حرکت ندارد. ما یک چیز دیگر هم خوانده میتوانیم بگیم که این مدرستکم، مدرستکم یعنی که استاذه شما در کجاست. اگر بگیم که مدرستکم یعنی استاذه شما در کجاست. اگر بگیم که مدرستکم یعنی مدرسه شما در کجاست. ببینید حرکت رو ببینید چطور فرق کرده است در ترجمه، حتی فرق از زمین تا آسمان کرده است. اگر بگیم مدرستکم یعنی مدرسه شما، مکتب شما در کجا است. اگر بگیم که مدرستکم یعنی که استاذه شما در کجا است. برای خاطر زبان عربی ده حرکت بسیار رول مهم بازی میکند. حرکت باید بدانید. برای چی مدرستو میگید یا مدرستو میگید وابسته به حال همون پرسنده است. اگر پرسنده پرسیدنی باشد استاذه شما در کجاست، پس مدرستکم میگد. اگر مدرسه را مکتب پرسیدنی باشد میگد مدرستکم، مدرسه شما. رقم 6 انتم مسلمون، آیا شما مسلمان هستید؟ آیا انتم شما مسلمون مسلمان ها هستید. مسلمون یک مسلمان، مسلمون مسلمان ها. آیا شما مسلمان ها هستید؟ در جواب اگر مسلمان باشد میگد نعم، نحن نعم الحمدلله نحن مسلمون، حمد و ستایش الله ما مسلمان هستیم. اگر که مسلمان باشند، لیکن مسلمان که نباشند پس جواب خودشان رو میدهند. ما و شما تاجیکا الحمدلله که مسلمان هستیم غالبا، پس میگیم که الحمدلله انا مسلمون یا نحن مسلمون. اگر یک کس باشه میگیم انا مسلمون، من مسلمان هستم، الحمدلله من مسلمان هستم. اگر جمع باشه بسیاری باشه میگیم الحمدلله نحن مسلمون، یعنی حمد الله، حمد و ستایش الله را ما مسلمان ها هستیم. رقم 7 افی بیتکم حدیقتون، افی بیتکم حدیقتون آیا در خانه شما باغ هست؟ آیا فی در، بیتی اسم مجرور است، فی حرف جار هست، بیتی اسم مجرور، بیت مضاف است، کم مضاف الیه. آیا در خانه شما حدیقتون باغ هست، یعنی شما باغ دارید؟ رقمی اگر داشته باشید میگوید نعم، فی بیتنا حدیقتون میگید در خانه ما باغ است. اگر نداشته باشید چی میگوید که لا لیست فی بیتنا حدیقتون، لیست فی بیتنا حدیقتون، در خانه ما حدیقه نیست، باغ نیست. رقم 8 اعندکم سیارتون آیا ماشین دارید شما؟ عندکم یعنی نزد شما اگر ترجمه تحت لفظش بگیریم، اما عندکم یعنی آیا شما دارید، عندکم آیا شما دارید، عنده دارید، کم شما، عندکم آیا شما دارید سیارتون ماشین، عندکم آیا شما ماشین دارید؟ اگر داشته باشید میگوید نعم عندی سیاره یا عندنا سیاره. عندی سیاره گفتید یعنی من ماشین دارم، عندنا سیاره گفتید یعنی ما ماشین داریم. رقم 9 این مدرسکم، این مدرسکم، این در کجاست؟ مدرسکم یعنی که مدرس شما، یعنی استاد شما. در اینجا جایز است که ما بگیم مدرسکم، مدرسکم گفتیم معنی خطا می شود و در اینجا فقط یک وجه داره، مدرسکم یعنی که استاد شما مردها، مدرس استاد مردانه، کم شما مردها.
این مدرسکم، کجاست استاد شما؟ پس اگر که در نزد مدیر باشه میگه که هو عند المدیری، وای در نزد مدیر است. یا اگر در فصل در صنف باشد اگر میگه که هو فی الفصل، یعنی وای در صنف است. رقم 10 انتم مدرسون، انتم مدرسون، آیا شما استاد ها هستید؟ آیا انتم شما ضمیر منفصلی مخاطبی جمع مذکر. انتم آیا شما مدرسون، مدرس ها هستید. مدرسون یک مدرس، مدرسون مدرس ها. مدرسون در بالای ر تشدید میمونید. مدرسون، مدرسون، مدرسون. آیا شما مدرس ها هستید، یعنی که استاد ها هستید. پس اگر که استاد باشید میگوید که نعم نحن مدرسون، بله ما مدرس ها هستیم. اگر که استاد نباشید میگوید که لا نحن طلاب، یا که میگوید که لا نحن لسنا مدرسون، لسنا مدرسین، یعنی که ما مدرس ها نیستیم. خب تمرین رقم 2، تمرین رقم 2 میگه که اقرأ و اکتب، بخوان و بنویس. اقرأ بخوان و اکتب و بنویس. در اینجا ما شما علاوه میکنیم میگیم که بخوان و بنویس و ترجمه کن، تو اینکه ترجمه کردن رو یاد بگیری. اقرأ انت و اکتب انت، یعنی اصلش بخوان تو و بنویس تو، برای فعل امر هست، فاعلش ضمیر مستتر هست. رقم 1 نحن مسلمون، ما مسلمان ها هستیم. نحن ما مسلمون، مسلمان ها. نحن مسلمون، ما مسلمان ها هستیم. الله ربنا، الله ربنا، یعنی که الله پروردگار ما است. الله، الله، ربنا پروردگار ما. الله ربنا یعنی الله پروردگار ما است. والاسلام دیننا، والاسلام دیننا، و اسلام دین ما است. والاسلام یعنی که اسلام دیننا دین ما است. والنبی محمد صلی الله علیه و سلم رسولنا، و نبی یعنی پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم رسولنا، یعنی که پیامبر ما هست، رسول ما است. و نبی یعنی که پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم رسولنا، یعنی که رسول ما است، پیامبر ما است. والقرآن الکریم کتابنا، والقرآن الکریم کتابنا، یعنی قرآن کریم کتاب ما است. قرآن کریم کتاب ما است. والکعبة قبلتنا، والکعبة قبلتنا، یعنی که کعبه قبله ما مسلمان ها است. کعبه یعنی مکه ده، کعبه که است خانه الله تبارک و تعالی، کعبت الله، بیت الله، انا همون بیت الله رو میگه که قبله ما مسلمان ها است. والعربیت لغتنا، والعربیت لغتنا، یعنی که عربی زبان ما است. عربی زبان ما است. پس این را میخونید و ترجمه میکنید. و درباره اعرابش مختصرا میگویم که نحن مسلمون، نحن مبتدا، مسلمون خبر، الله ربنا، الله مبتدا، برای خاطر الله میگیم، الله اللهی بگیم خطا است. الله مبتدا است. ربو، ربو میگیم، رب ربی بگیم خطا است، برای خبر هست. الله مبتدا است، ربو خبر هست. ربو مضاف است، نام مضاف الیه هست. والاسلام، اسلام مبتدا است، دینو، دینو خبر هست. اسلام مبتدا است، برای خاطر اسلامو میگیم. اسلامی بگیم خطا است، برای مبتدا همه وقت مرفوع میشود آخرش. والاسلام مبتدا است. دینو همچنین خبر هست، برای خاطر دینو میگیم. دینا، دینی بگیم خطا است. دینو نا، دینو مضاف است، نام مضاف الیه هست. و نبیو، نبیو مبتدا هست، نبیو مبتدا است. محمدون عطف بیان هست. و نبیو، نبیو مبتدا است، برای خاطر نبیو میگیم. نبیه، نبیی گفته نمیتونیم، مبتدا است نبیو. محمدون عطف بیان هست. عطف بیان اعرابی معطوف میگیرد. نبیو که آخرش مرفوع است، محمدون آخرش مرفوع میشود، صلی الله علیه و سلم. رسولنا میگیم،
رسولنا برای خبر هست و نبیو مبتدا است، رسولو خبر هست. رسولو مضاف است، نام مضاف الیه هست. و رسولی بگیم یا رسوله بگیم، رسولینا بگیم یا رسولنا بگیم خطا است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینجا این مبتدا ای خبر هست، خبر باید مرفوع باشد. و قرآنو مبتدا است، الکریمو صفت قرآن هست، کتابو خبر هست. قرآنو مبتدا است، کتابو خبر هست، نام مضاف الیه هست. کتابو مضاف است، نام مضاف الیه. و کعبتو مبتدا است، قبلتو خبر هست. کعبتو مبتدا است، قبلتو خبر، قبلتو با مضاف است، نام مضاف الیه هست. و العربیتو مبتدا هست، لغتو خبر هست. لغتو مضاف است، نام مضاف الیه هست. ببینید این اعرابش است. اگر شما همین اعراب که دانستید بدونید که خطا نمیکنید. دیگر میدونید که برای چی مثلا لغتونا گفتی و لغتینا نگفتی یا لغتنا نگفتی. یا یک کس اگر در پیش شما بگه که والعربیتو لغتنا، میگی برادرم خطا کردی، به خاطر آنه که والعربیتو مبتدا است، لغتونا خبر هست، باید لغتونا بگوی. لغتینا که گفتی تو غلط میکنی، خطا میکنی. این را در ذهنتون بگیرید و بسیار کار کنید، بسیار اعراب کنید تا اینکه در ذهنتون بماند. رقم 2. در رقم 2 میگه که این مدرسکم یا اخوانو. این یعنی در کجاست، مدرسکم استاد شما، یا اخوانو ای برادرها. اخوانو برادرها. ما شما درس گذشته خواندیم اخون برادر، گفتیم جمعش اخوتون می شود. اخوتون برادرها. ببینید اخون دو جمع دارد، یکمش اخوانو، دویمش اخوتو. درس گذشته گرفتیم اخوتو یعنی جمع اخ است، برادرها. همچنین اخوانو جمع اخ است، برادرها. اخوتو اخوانو معنای هر دوش یک است، یعنی برادرها. این را در ذهنتون داشته باشید. بعضی کلمات عربی هست که چند نمود جمع می شود. در زبان تاجیکی ما و شما هر اسم در آخرش یک کلمه ها را خوش کرده می شود جمع، مثلا برادر برادرها، خلاص. لیکن در زبان عربی بعضی کلمات چند نمود جمع می شود و مثل اخ می شود جمعش اخوتون، با می شود جمعش اخوانون. میگد که خرج الان من الفصل و ذهب الى المدیر. خرج یعنی که برآمد، فاعلش هو است، در تحتش ضمیر مستتر هست. ضمیر مستتر ما شما ضمایر خوانده بودیم، ضمیر مستتر و ضمیر بارز. ضمیر مستتر یعنی که ضمیر پنهان هست. خرج یعنی هو، در تحتش است، یعنی مدرس، یعنی که استاد. خرج الان برآمد، مدرس حاضر حالا، من الفصل از صنف. و ذهب الى المدیر، و ذهب رفت، فعل ماضی است، ذهب رفت. بعد تحت این فاعل ضمیر مستتر هست، یعنی هو. رفت مدرس الى المدیر، نزد مدیر، پیش مدیر. و ذهب الى المدیر یعنی که رفت نزد مدیر. رقمی 3. فی ای شارع بیتکم. فی ای شارع بیتکم. در کدام کوچه است خانه شما؟ فی حرف جار است، ای اسم مجرور است. ای مضاف، شارعین مضاف الیه هست، یعنی که در کدام کوچه است. بیتکم خانه شما. برای چی جدا بیتکم گفتیم، بیتیکم نگفتیم یا بیتکم نگفتیم؟ برای چی؟ سببش در چی است؟ سببش در این است که بیتو مبتدا است. بیتو مبتدا هست، برای خاطر گفتیم مبتدا باید آخرش مرفوع باشد و جایز نیست که بیتی یا بیته بگیم، باید بگیم بیتوکم یعنی خانه شما. پس در اعراب میگیم فی ای شارعین، جار و مجرور مبتدای خبر مقدم هست، بیتوکم مبتدای مؤخر هست. مبتدا است که بعدی خبر آمدگی است. اصلا باید بیتوکم فی ای شارعین باشد، یعنی خانه شما در کدام کوچه است، لیکن برعکسش آورده است که فی ای شارعین بیتوکم، یعنی در کدام کوچه است خانه شما. میگوید بیتونا. بیتونا برای چی بیتونا میگیم؟ برای مبتدا است. بیتونا فی الشارع الذی امام المحکمتی. بیتونا یعنی خانه ما،
فی شارعی در کوچه، الذی همان کوچه که امام المحکمتی نزدی دادگاه ده است، نزدی محکمه ده است. محکمه دادگاه یعنی سود، در نزدی سود است، در نزدی دادگاه است. میگوید که بیتونا خانه ما، بیتو مضاف نا مضاف الیه، بیتو مبتدا است، همچنین مبتدا. فی شارعی در کوچه است، الذی صفت شارع، الذی صفت شارع، کوچه کی امام المحکمتی، این ظرف صله الذی می شود. ما گفتیم که اسم موصول همه وقت صله میگیرد، صلهش انا همین امام المحکمتی است. امامه با مضاف است، محکمتی مضاف الیه، آخری محکمتی را کسره میمونیم. برای چی؟ به خاطر اینکه مضاف الیه هست. امامه، امامه را امامه یعنی فتحه میمونیم. برای چی؟ به خاطر اینکه ظرف است. ظرف همه وقت چی میشود؟ منصوب میشود. امامه المحکمتی این مضاف الیه هست. رقم 4، ابونا صدیق عمیکم، ابونا صدیق عمیکم یعنی پدر ما، ابونا پدر ما، صدیق عمیکم یعنی که دوستی عمک شما است. ابونا ببینید در اینجا مبتدا است، بگیم بخاطر علامت رفعش باید مرفوع باشد. علامت رفعش چی است در اینجا؟ میگیم واو است، علامت رفعش واو است. ابونا یعنی پدری ما، ابو مبتدا است، مرفوع است، علامت رفعش واو. اونم واوی که میبینید علامت رفع است. برای بعضی جاها میبینید که ابینا یا میآید. برای چی یا آمدگی است؟ ابانا الف میآید در جای همین واو. برای چی الف آمدگی است؟ اینها علامت اعراب هستند. علامت اعراب یعنی که در جای مبتدا بیاید یا در جای فاعل بیاید. اگر در این صورت ما ابو میگیم، واو قطعی مینویسیمش. یا بعد اسم مجرور بیاید، اگر مثلا فی ابی می نویسیم یا الا ابی می نویسیم، یا قطعی می نویسیمش. و در حالت نصب باشد اگر ابا با الف می نویسیمش. این را انشاءالله در آینده ها می خونیمش. ابونا یعنی پدر ما، اینجا مبتدا شد، صدیقو خبر شد. آیا جایز است من بگویم که صدیقون تنوین بتم جایز است؟ نه. برای چی؟ به خاطر اینکه صدیق مضاف است، عمی مضاف الیه است. ما گفتیم مضاف هیچگاه تنوین قبول نمی کند، برای خاطر صدیقون گفتن جایز نیست. صدیقو عمی مضاف الیه، عمی با مضاف، کم مضاف الیه، ضمیر مضاف الیه شد. ضمیری مخاطبی جمعی مذکر، کم ضمیر است و مخاطب است و بارز است، برای جمعی مذکر هست. ابونا صدیق عمیکم یعنی پدر ما دوستی عمک تو است، دوستی عمک شما است. رقم 5، انتم مدرسون، آیا شما مدرس ها هستید؟ آیا شما استاد ها هستید؟ انتم آیا شما، انتم ضمیر است. مدرسون استاد ها هستید؟ میگد لا نحن اطباء، میگد نه ما طبیب ها هستیم. نحن ما مبتدا، اطباء خبر، ما طبیب ها هستیم. آیا جایز است من بگویم که نحن اطباءون؟ جایز است؟ در زبان عربی درست است؟ نه. برای چی؟ به خاطر آنه که در آخر این الف و همزه زائده است. الف و همزه زائده باشد گفتیم تنوین قبول نمی کند، پس جایز نیست که بگیم اطباءون، بگیم اطباء. رقم 6، انتم ابناء المدیری، انتم ابناء المدیری، آیا شما پسرهای مدیر هستید؟ انتم، انتم ضمیر است مبتدا، ابناء المدیری. برای چی ابناء گفتیم؟ به خاطر اینکه خبر هست، خبر باید مرفوع باشد. ابناء المدیری، برای چی مدیری گفتیم؟ به خاطر اینکه مضاف الیه هست. ابناء مضاف است، مدیری مضاف الیه، باید مضاف الیه کسره باشد آخرش. انتم ابناء المدیری، آیا شما پسرهای مدیر هستید؟ میگوید لا نه، نحن حفدته، میگوید نه ما حفدته یعنی که نبیره هایش هستیم. حفید نبیره را میگن، حفید نبیره یعنی که دختر تا دخترش برای تو را نبیره میشد، یا بچه تا فرزندش یا دختر تا فرزندش برای تو را نبیره میشود. یا ما شما نوسه میگیم، نوسه یا نبیره، همین را عربا حفید میگن. حفید
یعنی که یک نبیره. حفده نبیره ها، همچنین حفدا نبیره ها می شود یا احفاد نبیره ها می شود. چطور گفتیم که در زبان عربی یک اسم چند نمود جمع می شود. حفده نبیره ها می شود یا حفدا نبیره ها می شود، همچنین احفاد نبیره ها می شود. این را میتونید در چی بنویسید تا اینکه در جایی که دیدید بشناسید. مفردش یعنی یکتش حفید می شود، یا حفیدون یعنی که نبیره، یک نبیره. میگوید که نحن حفدته، ما نبیره هایش هستیم. برای چی حفده تو گفت، حفده تا نگفت یا حفده تی نگفت؟ به خاطر اینه که خبر هست. نحن مبتدا است، حفده تو خبر هست. خبر باید آخرش مرفوع باشد. نحن حفده تو پس مبتدا و خبر شد. رقمی 7. مدرستنا کبیرتون و مدرستکم صغیرتون. مدرستنا یعنی مدرسه ما، مدرستنا یعنی مدرسه ما. کبیرتون کلان هست. مدرستنا پس مدرستو مبتدا است، کبیرتون خبر هست. مدرستنا کبیرتون، مدرسه ما کلان هست. و مدرستکم صغیرتون، و مدرسه شما خرد است، میده است. این رقم 7 رو ببینید. برای چی مد گفته در بالای میم و دال، میم ده فتحه مون، دال ده ساکن مون؟ برای چی؟ میشید که همین حرکت چه نماند. اگر حرکت چه نمیموند ما و شما دو وجه خواندن ده اجازت داشتیم. میتونستیم که دو نمود بخونیم. میگفتیم که اگر همین حرکت ما نمیشد، فتحه نمیشد کو و در بالای دال ساکن نمیشد، میگفتیم که میتونستیم بگیم مدرستونا یعنی مدرسه ما میشید، یا میتونستیم بگیم، میگفتیم که مدرستونا یعنی استاذه ما کبیرتون کلان هست، استاذه ما کلان هست. لیکن در اینجا حرکت مونده تا اینکه ما و شما یک وجهش بخونیم، فقط مدرسه را بگیم، مکتب را بگیم. میگه مدرستونا کبیرتون، مدرسه ما کلان هست. ببینید این چیزا را شما اهمیت بدید. اگر همین حرکتش نمیشد ما و شما مدرستونا گفتم خواندن حق داشتیم، یعنی که استاذه ما کلان است، یا که مدرستونا کبیرتون یعنی که مکتب ما کلان است. هر دوش جایز است. و در دومش مدرستونا صغیرتون، برای در اول مدرسه را که گفته برای خود دیم شما همین طور میخونیم. یا میشه بگیم که مدرستکم صغیرتون یعنی که استاذه شما میده است، استاذه شما میده است. یا میشه بگیم که مدرستکم صغیرتون یعنی که مکتب شما میده است. اینجا مضاف مضاف الیه اهمیت بدید. مدرستونا، مدرستو مضاف، نام مضاف الیه شد. یا مدرستو مضاف شد، کم مضاف الیه شد. نا ضمیری متکلمی جمع، ضمیری جمعی متکلم هست، ضمیری جمعی متکلم. کم باشد ضمیری جمعی مخاطب مذکر هست. این را اهمیت بدید. رقمی 8. لنا حدیقة جمیلة فی تلك القرية. لنا حدیقة جمیلة فی تلك القرية. لنا یعنی که دار ما، حدیقة جمیلة باغ زیبا، یعنی که باغ زیبا داریم ما، فی تلک القریه در آن دهه، در آن قشلاق. تلک اسم اشاره برای چی بود؟ برای بعیدی مؤنث. تلک یعنی که آن دور، آن قشلاق. فی تلک القریه در آن قشلاق. رقم 9. اخونا طالب فی کلیه الطب. اخونا یعنی برادر ما، طالبون شاگرد است، استودنت است. طالبون میگیم برای آن که الف لام ندارد در اولش، یا که مضاف نیست، برای خود طالبون. اخونا طالبون، برادر ما استودنت است. فی کلیه طبی یعنی که در دانشگاه طب، در دانشگاه طب. رقم 10. انتم اطباء. انتم اطباء، آیا شما طبیب ها هستید؟ آیا انتم شما اطباء طبیب ها هستید؟ آیا جایز است من بگم اطباءون؟ جایز نیست. برای چی؟ به خاطر اینکه الف و همزه که در آخرش هست این زائده است. زائده که باشد غیر منصرف می شود، غیر منصرف کشید تنوین قبول نمی کند. انتم اطباء، آیا شما طبیب ها هستید؟
در جواب میگوید که بعضنا اطباء و بعضنا مهندسون. میگه بعضی ما طبیب ها هستیم و بعضی ما انجینیر ها هستیم. یعنی بعضیشان بسیاری بودند، بعضیشان دکتر بودند و بعضیشان انجینیر. برای همین خاطر میگه بعضنا اطباء، بعضی ما طبیب هستیم و بعضنا مهندسون و بعضی ما انجینیر ها هستیم. بعضنا برای چی بعضنا گفتیم؟ به خاطر اونه که مبتدا است. برای بعضو میگیم، بعضا یا بعضین، بعضو مبتدا است. اطباء برای چی اطباء میگیم؟ اطباء به خاطر اینکه خبر هسته. این را شما خودتون تکرار کنید. رقم 11 الله ربنا و ربکم. الله یعنی پروردگار، الله ربنا پروردگار ما است و ربکم و پروردگار شما است. الله ربنا و ربکم، الله پروردگار ما است و پروردگار شما است. یعنی که اهمیت دید. ربو برای چی ربو میگم؟ برای اینکه خبر هست. ربونا و ربوکم به خاطر اینکه عطف به جای ربی اول هست. برای این خاطر واو عاطفش میگن. ان شاء الله اینها رو بعد میخونیم. و ربی و ربکم دویم معطوف بر ربونای اول هست. رقم 12 این ذهبتم یا اخوانو. این ذهبتم یا اخوانو یعنی کجا رفتید شما ای برادرها؟ این کجا؟ ذهبتم رفتید شما، ذهب فعل، تم شما فاعل، ضمیر جمع مخاطب مذکر. ذهبتم یعنی شما. این ذهبتم کجا رفتید شما؟ یا اخوانو ای برادرها. اخوانو گفتیم جمع اخ است، اخون برادر، اخوانو برادرها. یا اخوانو ای برادرها. میگه ذهبنا الى السوق یعنی که بازار رفتیم. ذهبنا الى السوق یعنی که بازار رفتیم. ذهبنا رفتیم ما. ذهب فعل ماضی، نا فاعلش است، ضمیر جمع متکلم. ذهبنا رفتیم ما الى السوق بازار. و تمرین رقمی 3. در تمرین رقمی 3 میگه که اضف الاسماء الآتیه الى الضمائر كما هو موضح في المثال. اضف یعنی اضافه کن، همراه کن. فاعلش انت، اضافه بکن تو. الاسماء الآتیه نام های می آمدگی را. الاسماء نام ها، آتیه می آمدگی. الاسماء الآتیه نام های می آمدگی را الى الضمائر به ضمیرها. ضمایر ما و شما خوندیم 61 ضمیر، همون ضمیرها را در نظر دارد. به ضمیرها میگه اضافه اش بکن. کما هو موضح فی المثال، چی طوری که اون میگه روشن کرده شده است در مثال. چی طوری که وی، کما هو چی طوری که وی، موضح روشن کرده شده است فی المثال در مثال. مثال رو ببینید میگه بیتون، بیتون خانه، بیتکم خانه شما، بیتنا خانه ما. ببین در اینجا اضافه کردیم، نه ضمیر را اضافه کردیم. بیتکم خانه شما، خانه مضاف است، شما مضاف الیه. بیتکم پس می شود مضاف الیه. یا بیتنا خانه ما، خانه مضاف است، ما مضاف الیه. بیتو مضاف است، نا مضاف الیه. بیتنا می شود مضاف الیه. ببین اهمیت بتید. بیتون خانه، خانه را باید ما بگیم که خانه شما و خانه ما. پس شما ضمیری مخاطب جمع هست مذکر و نا باشد ضمیری جمعی متکلم هست ما. پس این را خودش کار کرده است، بیتون خودش کار کرده است. امون باید ما و شما کار بکنیم اکنون. چطور میگیم؟ امون مادر، میگیم مادر شما. چی میگیم؟ امو کم، مادر شما. اگر بگیم مادر ما چی میگیم؟ امو نا، امونا یعنی مادر ما. در اینجا همچنین عمون آوردگی است. عمون، عمون یعنی عمک. اگر بگیم عمک شما چی میگیم؟ عمکم یعنی که عمک شما. و بگیم عمک ما چی میگیم؟ عمونا، عمک ما. عمونا عمک ما. همچنین در اینجا صدیقون آوردگی است. صدیقون یعنی رفیق، دوست. وقتی بگیم دوستی شما چی میگیم؟ یعنی رفیق شما. صدیقکم، صدیقکم
یعنی که دوست شما، رفیق شما. اگر گفتنی باشیم که دوست ما چی میگیم؟ صدیقنا، صدیقنا یعنی دوست ما. و در اینجا مدرستون، مدرستون بگیم، اگر بگیم مدرسه شما چی میگیم؟ مدرستکم، مدرستکم یعنی مدرسه شما. اگر گفتن باشیم که مدرسه ما به ضمیر متکلم، اگر جمع متکلم اگر اضافه کردنی باشیم میگیم که مدرستونا یعنی مدرسه ما. همین هم چی میشود که ما مدرستون بگیم، مدرستون یعنی که استاذه. اگر گفتن باشیم که استاذه شما پس میگیم که مدرستکم یعنی استاذه شما. و گفتن باشیم که استاذه ما میگیم که مدرستونا یعنی استاذه ما. اینها را اهمیت بدید. و همچنین در جا اختون میگه، اختون خواهر، اختون خواهر. اگر گفتنی باشیم که خواهر شما میگیم اختکم، خواهر شما. گفتنی باشیم که اختونا یعنی خواهر ما میگیم اختونا، خواهر ما. لغتون، لغتون زبان. اگر گفتنی باشیم زبان شما میگیم لغتکم، زبان شما. و گفتنی باشیم که زبان ما میگیم لغتنا یعنی زبان ما. دینون، دینون دین، دین یعنی دین، اسلام، آیین. دینون یعنی دین، یعنی تو در کدام دین هستی، در کدام آیین هستی. مثلا گفتنی باشیم که دین شما میگیم دینکم یعنی دین شما. اگر گفتنی باشیم که دین ما میگیم که دینونا، دینونا، دینونا یعنی دین ما. در اینجا همچنین ابون آوردگی است. ابون یعنی پدر. اگر گفتنی باشیم که پدر شما میگیم ابوکم، 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 واو قطعی می نویسیم، ابوکم یعنی پدر شما. اگر که گفتنی باشیم که پدر ما میگیم که ابونا، ابونا واو دارد، ابو بعد ب واو، ابونا یعنی پدر ما. اخون، اخون برادر، اخون برادر. اگر گفتنی باشیم که برادر شما میگیم که اخوکم، واو می نویسیم، اخوکم یعنی که برادر شما. اگر گفتنی باشیم که برادر ما می نویسیم که اخونا، اخونا یعنی که برادر ما. پس این بود تمرین، تمرین رقمی 3. میگذاریم بعد تمرین رقمی 4. در تمرین رقمی 4 میگه که اقرا یعنی که بخوان. باید ما و شما این را بخوانیم و همچنین ترجمهش کنیم تا اینکه ترجمه را از خود بکنیم. میگه که ایو یوم هذا، ایو یعنی کدام، ایو یوم هذا یعنی کدام روز است این روز. ایو اسم استفهامش میگن، اسم استفهام برای عاقل و غیر عاقل استفادهش میبرن در زبان عربی. یعنی که ایو یوم هذا یعنی کدام روز است امروز، یعنی که اسم استفهام یعنی طلب فهمیدن میکنی. مثلا میگوی که ایو یوم هذا یعنی کدام روز است امروز، یعنی که میخواهی بفهمی، میخواهی بفهمی، برای خاطر میگن اسم استفهام. ایو اسم استفهام است. ایو یوم هذا یعنی کدام روز است این، هذا این، هذا یوم السبت این میگه روزی شنبه است. سبت گفته روز شنبه را میگن. هذا یوم السبت امروز میگه روزی شنبه است. ایو شهر هذا کدام ماه است این، حالا کدام ماه است، میگه که هذا شهر رجب، هذا شهر رجبی یعنی که این ماه ماه رجب است. هذا این شهر ماه، شهر گفتم ماه را میگن. رجب ماه رجب، ماه هجری. ده حاضر بالخصوص ما و شما امین روز در ماه رجب قرار داریم. همین روز ما و شما در ماه رجب هستیم. همین ماهی که هستیم ماه رجب است. بعد ماه رجب ماه شعبان میشه و بعد رمضان میشود. یعنی که تقریبا یک ماه و چند روز پس ماه رمضان هست. همین ماهی که ما و شما قرار داریم از ماه هجری ماه رجب هست. میگه هذا شهر رجب این ماه ماه رجب است. چطوری که ما و شما قرار داریم. ایو کلیت هذه کدام دانشگاه هست این، ایو کدام، کلیت هذه یعنی دانشگاه، هذه این، ایو کلیت یعنی که کدام دانشگاه هست، هذه این،
اسم اشاره برای قریب در پیش دانشگاه است، اشاره کرده این کدام دانشگاه است. میگه هذه کلمه تجارتی، اینجا در خطا شده است، کلمه تجارتی بگیم میشه کلمه تجارت. اینجا در کلیتی جای میم ده یا بنویسید، کلمتی نه کلیتی. هذه کلیت التجارتی، هذه کلیت التجارتی، کلیتو میگیم هذه کلیت التجارتی، یعنی که این کلیه، یعنی که دانشگاهی تجارت است. کلیتو را برای چی کلیتو میگیم؟ به خاطر اینکه خبر هست. هذه مبتدا است و کلیتو خبر هست، برای خاطر کلیتو میگیم. کلیتی بگیم خطا است، کلیتا بگیم خطا است. فی ای مدرسه انت، فی ای مدرسه انت، فی در، ای کدام، مدرسه مدرسه مکتب، فی ای مدرسه یعنی در کدام مکتب، انت تو، فی ای مدرسه انت یعنی تو در کدام مکتب هستی. میگه که انا فی المدرسه المتوسطه، من در مکتب میانه هستم. انا فی المدرسه المتوسطه، من در مکتب میانه هستم. میگه من ای بلد انت یا اخت، یا اختو، من ای بلد انت یا اختو، یعنی که از کدام شهر هستی تو ای خواهر. من ای از کدام، بلد شهر میگن. انتی انت نه انتی برای اخت را پرسیده استودیم، یعنی که منادا مؤنث کسه برام خاطر انتی میگیم، انت نه انتی، یا اخت ای خواهر. من ای بلد انتی یا اختو، از کدام شهر هستی تو ای خواهر. میگه انا من الیونانی، میگه من از یونان هستم، از یپانی هستم. انا من الیونانی، من از یپانی هستم. پس این بود تمرین رقمی 4. میگذاریم به تمرین رقمی 5. در تمرین رقمی 4 یک فایده که فایده مهم برای ما و شما است، اسم استفهام ایو. ایو اسم استفهام است، ایرا در ذهنتون داشته باشید. ایرا اسم استفهام میگن. همچنین به همین طریق نوشته میشه، اگر تشدید نداشته باشد ای، او ای تفسیریه میگن، اون دیگر چیز است. اگر شده داشته باشد ایو، ببینید ایو این اسم استفهام است. اگر شده نداشته باشد اما ایو نباشد، اگر میشود ای تفسیریش بگیم یا دیگر ایویی که وجود دارد. لیکن شدتی که داشته باشد ای استفهامش میگن، در یادتون داشته باشید. رقم 5 میگه اقرا واکتب. اقرا بنویس، واکتب اقرا بخوان، واکتب بنویس. اقرا فاعلش انت، یعنی بخوان تو. واکتب بنویس تو. یک سوال اینجا برای درسای گذشته، اگر همین بخوان تو زن بگیم چطور میگوییم و بنویس تو زن بگیم چطور میگوییم؟ کی جواب گفته میتواند؟ هر کسی که اگر جواب گفته بتواند ماشاءالله، یعنی درسای گذشته را خوب در ذهنش دارد. اقرا بخوان تو مرد است. اگر زن رو بگوییم میگیم که اقرایی، در آخرش یا میمونیم. اقرایی بخوان تو زن. اکتب بنویس تو مرد. اگر زن رو بگوییم چی میگیم؟ اکتبی، یعنی بنویس تو زن. این را در ذهنتون داشته باشید که باز در آینده سوال میشود در این باب. این را میگه بخوان و بنویس. اینجا را ببینید ویلیامو. ویلیام نامی گفتیم عجمی است، نامی غیر عربی است. ویلیامو. ویلیامون گفتن جایز است؟ نه جایز نیست. برای چی؟ به خاطر اینکه نامی غیر عربی است، علم است غیر عربی. ادواردو علمی غیر عربی است، ادواردون گفتن جایز نیست. لندنو، لندن لندن، لندنون گفتن جایز نیست. برای چی؟ به خاطر اینکه اسمی غیر عربی است، یعنی که لندن اسم عربی نیست، غیر عربی است. برای خاطر لندنون گفتن جایز نیست. باریسو، باریسو همچنین تنوین دادن جایز نیست، باریسو میگیم برای اسمی غیر عربی است. پاکستان و پاکستان، پاکستانون گفتن جایز نیست. برای چی؟ به خاطر اینکه غیر عربی است، علمی غیر عربی است، یعنی اسمی غیر عربی است. استانبول، استانبول پایتخت ترکیه. آیا جایز است استانبولون بگیم؟ جایز نیست. برای چی؟ به خاطر اینکه استانبول اسمی غیر عربی است، علمی غیر عربی است. علم یعنی که اسم. ابراهیمو آیا جایز است که ابراهیمون بگیم؟ نه. برای چی؟ به خاطر اینکه علمی غیر عربی است. ابراهیم اسم نام عربی نیست، نام غیر عربی است.
یعنی که عربا بسیار نام میگذارن و پیامبر ابراهیم علیه السلام هست، اما این اصلش عربی نیست، این اصلش غیر عربی هست. ابراهیمو برای خود جایز نیست که ما بگیم ابراهیمون، میگیم ابراهیمو. اسماعیلو، آیا جایز است ما بگیم اسماعیلون؟ نه. برای چی؟ به خاطر اینکه این غیر منصرف است. و سببش در چی است؟ علت در چی است که غیر منصرف است؟ علتش در این است که این اسمی عجم هست، عجمی است، علمی عجمی است، یعنی که غیر عربی است. اسحاقو، آیا جایز است اسحاقون بگیم؟ نه. برای چی؟ به خاطر اینکه اسحاق علمی غیر عربی است. اسحاق همچنین پیامبر اسحاق هست، لیکن اسمش نامش نام عربی نیست، غیر عربی هست. یعقوب همچنین نام غیر عربی هست. یعقوب غیر عربی است، عربی نیست. یعقوب علیه السلام پیامبر است، لیکن نامش غیر عربی است. ایوب همچنین غیر عربی است و عربی نیست. این ایوب علیه السلام پیامبر هست، لیکن نامش غیر عربی است. سلیمان همچنین غیر عربی است. میشه بگیم سلیمانو در آخرش یا غیر عربی خوبتر است. الف نون زایده هم بگیم میشود به مثل عثمان، یا میشود بگیم که بله الف نون زایدهش بگیم خوبتر است. الف و نون زایده است. چطور که عثمان دا گفته بودیم عثمانو، یا عطشان دا گفته بودیم عطشانو، یا غضبانو. در سو گذشته در یادتان باشد اگر این کلمه را گفته بودیم در آخرش الف و نون زایده است، برای خاطر غیر منصرف است. داوود همچنین غیر عربی است، برای خود داوودون گفتن جایز نیست. یونس همچنین غیر عربی است، یونسون گفتن جایز نیست. یونسو. ادریس همچنین غیر عربی است، ادریسون گفتن جایز نیست. جبریلو همچنین غیر عربی است، جبریلون گفتن جایز نیست. میکائیلو غیر عربی است، میکائیلون گفتن جایز نیست. فرعون غیر عربی است، فرعونون گفتن جایز نیست. پس ببینید در اینجا یعنی که سببش که برای چی تنوین دادن جایز نیست باید بدونید. پس در همه این میگوید که اسمی غیر عربی هستند، علمی غیر عربی هستند. علمی عربی میشیدن اگر قبول میکردن، لیکن علمی غیر عربی هستند، برای خود تنوین قبول نمیکنند. فقط سلیمان دا میتواند بگید که علمی غیر عربی است، یا میتواند بگید که الف و نون زائده است، برای خاطر قبول نکرده است. به خاطر اینکه یکی از سبب‌های غیر منصرف بودن اسم الف و نون زائده در آخرش باشد، قبول نمیکند. تنوین را گفته بودیم، میشود این را همون علت را بتییدش. پس این را در ذهنتون خوب داشته باشید. میگذاریم بعد تمرین رقمی 6. تمرین رقمی 6 بسیار تمرین مهم هست، در ذهنتون بگیرید. موضوع درس ما و شما انا همین همچنین می باشد. گفته بودیم که ضمیر مخاطب مفرد و جمع شب باید ما در اینجا بدونیم. در همین تمرین برای ضمیر مخاطب هست. ببینید میگه که اقرا المثال ثم حول الجمل الآتیه مثله. ببینید اقرا یعنی بخون، فاعلش انت، بخون تو. المثال مثال را بخون. ثم حول الجمل الآتیه مثله، پس تغییر بده یعنی بگردان، حول بگردان یا تغییر بده جمل الآتیه جمله های می آمدگی را مثله مانند انا همون مثال را ببینید در تحتش خط کشیدگی. ای میگه که انت ذهبت الى المدرسه، انتم ذهبتم الى المدرسه. انت یعنی یک است، تو. انت یعنی که تو. ذهبت رفتی تو الى المدرسه به مدرسه. ببینید ذهبت برای مفرد است، این را میگن ضمیر مخاطب مفرد. ذهبت و تا را گفته بودیم که ضمیر متصل مرفوعی مخاطب است. ذهبت یعنی رفتی تو. گفتیم ذهب فعل است، فاعلش انت یعنی تو. اینجا ده فاعلش تا است، تو رفتی تو. الى المدرسه به طرف مدرسه. دوامش رو ببینید میگه که انتم یعنی شما، ذهبتم رفتید شما الى المدرسه به طرف مدرسه. ببینید انتم جمع است، برای مخاطب ذهبتم رفتید شما مردها. انتم ضمیری منفصلی
جمع مذکر هست. انتم ضمیر منفصل جمع مذکر هست. ذهبتم ضمیر متصل هست، جمع مذکر هست. ببینید فرقش چی است؟ انتم منفصل است، جدا می نویسیمش. ذهبتم، تومی که در آخرش هست، ذهب را توم، این ضمیر متصل چسبیدگی است. فهمو؟ این را خوب اهمیت بدید. ذهبتم یعنی رفتید شما. انا اکنون این مثال را باید خودمون کار کنیم. انت خرجت من الفصل، تو بر آمدی از صنف. خرجت، بر آمدی تو، یک کس. اکنون را جمع کردن در کار. چطور جمعش میکنیم؟ بگیم که انتم خرجتم من الفصل. در اینجا می نویسیم که انتم خرجتم من الفصل، یعنی که شما بر آمدید از صنف. شما بر آمدید از صنف. و بعدینش انت جلست فی الفصل، تو نشستی در صنف. انت تو، جلست نشستی تو، فی الفصل در صنف. یعنی جلست تایی که در آخرش هست ضمیر مرفوعی متصل هست. اهمیت بدید، ضمیر مرفوعی متصل. جلست یعنی شیشتی تو، درجه دو کلمه. جلست یک کلمه فعل ماضی، تا ضمیر متصل. جلست نشستی تو. انت جلست فی الفصل یعنی تو نشستی در صنف. جمع چی طور جمعش میکنیم؟ بگیم که شما نشستید در صنف، میگویم که انتم جلستم فی الفصل. انتم جلستم فی الفصل یعنی که شما نشستید در صنف. بعدش میگوید که این ذهبت یا اخی. این ذهبت یا اخی یعنی کجا رفتی تو ای برادر. ذهبت رفتی تو، دو کلمه است نه؟ ذهب فعل ماضی، تا ضمیر متصل. ذهبت رفتی تو، یا اخی ای برادر من. اخ مضاف یا مضاف الیه، یا اخی ای برادر من. پس این را جمع کنیم. مثلا بگیم که کجا رفتید شما ای برادرها. چطور میگویم؟ میگویم که این ذهبتم. ذهبت رفتی یک کس تو، مرد. زن باشد ذهبتی رفتی تو، یک زن. جمع باشد میگیم که ذهبتم. این ذهبتم یا اخوانی نوشتگی است. ببین بعد از جای نقطه می نویسیم که این ذهبتم یا اخوانی، یعنی کجا رفتید شما ای برادرها. کجا رفتید شما ای برادرها. این را اینطور می نویسید و ترجمه اش میکنید. و بعدش میگه لماذا خرجت من الفصل یا ولدو، یعنی برای چی بر آمدی تو از صنف ای بچه. بر آمدی تو یک بچه از صنف، یا ولدو ای بچه، ای جوان. برای چی بر آمدی؟ پس همین را جمع کنیم. چطور میگیم؟ یعنی که برای چی بر آمدید شما. چطور میگیم؟ می نویسیم که لماذا خرجتم من الفصل یا اولادو، یعنی که برای چی بر آمدید شما از صنف ای بچه ها. ای بچه ها. ببینید خرجت بر آمدید تو یک بچه. خرجتی همون تاره تی میکنیم، همون ضمیر است، ضمیر متصل است. خرجت ضمیر متصل است، خرجتی هم ضمیر متصل است و مرفوع است. هر دوشم مرفوع است. خرجت هم بگیم مرفوع است، خرجتی هم بگیم مرفوع است. لیکن خرجت مذکر است، خرجتی مؤنث است. این اهمیت بدید. و خرجتم یعنی بر آمدید شما، این جمع مذکر هست. اگر جمع مؤنثش کنیم چیکارش میکنیم؟ خرجتن. خرجتن. لماذا خرجتن من الفصل یا بناتو میگه مثلا، یعنی برای چی بر آمدید شما ای دخترها از صنف، یا بناتو ای دخترها. پس این را همچنین کار میکنید. تمرین رقم 6 را تا اینکه در ذهنتون بماند و مثال میارید و میخوانید و تکرار میکنید. و الکلمات الجدیده تو، یعنی کلمه های نو. آخری درس رسیدیم. آخری درس ما و شما کلمه های نو رو میارد. کلمه های نو در همین درسی که ما و شما خواندیم. ببینید کلمه های نو. الحفیدو. حفیدو یعنی که نبیره، نوسه، یک نوسه. میگه ابن الابنی او ابن البنتی.
اهمیت دید. حفید ترجمهش میکنه یعنی چی؟ معنیش میگه که ابن الابنی، یعنی که بچه بچه. مثلا تو بچه داری، بچه همون بچه تو به طور حفید میشود، نوسط میشود، نبیرد میشود. فهمو؟ بچه بچت به طور نبیرد میشود. یا مثلا ابن البنتی، یعنی که بچه دخترت، یعنی که دختر تا بچه اش، یعنی یا فرزند دخترت برای تو حفید می شود، یعنی که نبیره می شود. حفید نبیره. جمعش در اینجا ببینید، جمعش حفدتون. جمعش گفتگی است که حفدتون. حفدتون یعنی که نبیره ها. می شود که شما خودتون بنویسید که حفداؤن، حفداؤ یعنی که نبیره ها. دوم جمعش. سوم جمعش می شود بگید که احفادو، احفادون یعنی که نبیره ها. احفادو. حفدتون، حفداء، احفادون همش جمعی نبیره ها. ببینید الکلیتو، کلیت یعنی دانشگاه، جمعش میگه کلیاتون یعنی دانشگاه ها. این جه کردگه دبن جیم یعنی جمع. کلیاتو یعنی دانشگاه ها. کلیت الطبی، کلیت الطبی یعنی که کلیه، یعنی که دانشگاه طب، دانشگاهی طب، مدیسینا، دانشگاهی مدیسینا. کلیت الشریعتی، کلیه شریعت، کلیه اسلامی بگیم. کلیت الشریعت دانشگاه اسلامی. کلیت الشریعتی دانشگاه اسلامی. کلیت الهندستی، کلیت الهندستی یعنی که دانشگاهی انجینری، دانشگاهی انجینری. کلیت التجارتی، کلیت التجارتی یعنی که دانشگاهی تجاری، دانشگاهی تجاری. المحکمه تو، محکمه یعنی که دادگاه، سود. المحکمه دادگاه را میگن یا سود. الاخو، اخ برادر، اخ برادر. جیم کردگی یعنی جمعش اخوتو، اخوتون برادرها، یا که اخوانون. پیشتر گفتیم که اخ دو جمع دارد، اخوتون یا که اخوانون، هر دوش یعنی برادرها. اخوتون برادرها، اخوانون برادرها. جمع اخ می شود. اخون یک برادر، اخوتون برادرها، اخوانون برادرها. اهلا و سهلا و مرحبا یعنی که خلاصهش خوش آمدی. چطوره که به تفصیل گفتیم که اینها مفعول به فعل محذوف است، یعنی که جئت اهلا یا نزلت سهلا یا ارحب مرحبا. این در این صورت مفعول مطلق می شود. الیونانو، یونان یابانیا. نصرانیو، نصرانی یعنی که مسیحی، نصرانی یعنی که مسیحی. نصارا، جمعش نصارا می شود یعنی که مسیحی ها. نصرانیون یک مسیحی، نصارا مسیحی ها، جمعی نصرانی. البلدو، بلد شهر، بلد گفته شهر رو میگن. جمعش بلادون، شهرها. بلدون یک شهر، بلادون شهرها. پس این بود درس امروزه ما و شما و در اینجا درس امروزه رو به پایان میرسونیم و یک یک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم تا درس آینده و این درس ها رو کلمات جدیدشون رو حفظ بکنید و بعد موضوعی که میرد اونها را بخونید و حفظ بکنید و در یادتون بگیرید و مثال غیر از درس شما خودتون باز مثال ها بیارید برای مفرد و جمع و برای مضاف و مضاف الیه و برای هر مثالی که هر چیزی که در درس میخونیم یا برای غیر منصرف نام های غیر عربی. در تاجیکی ما و شما نام های هست که غیر عربی است، مثلا فیروز نام غیر عربی است، نوروز نام غیر عربی است. اینها را بیارید بگید که مثلا اینها تنوین قبول نمیکنن، یا از نام های روسی بیارید بگید اینها نام قبول نمیکنن، یا از نام های انگلیسی بیارید بگید اینها غیر منصرف است. برای چی غیر منصرف است؟ برای اینکه اسمی غیر عربی است. خلاصه این را برای خودتون بسیار کار کنید. اگر که میخواهید جدی زبان عربی را یاد بگیرید پس غیر این مثال های آورده ما شما خودتون بسیارتر کار بکنید و بسیارتر این مسئله را در ذهنتون بگیرید و بسیار درس ها را متوجه باشید و حفظ کنید.
و در اینجا درس امروزه را به پایان میرسانم و تا درس آینده الله حافظ و مددگار یک و یک ما و شما الله سبحانه و تعالی این درس را خاص به خاطر رازگی خودش بگرداند و سبب راضی شدن الله تبارک و تعالی از یک و یک ما و شما گردد این درس ها. آمین آمین. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.